دوستان عزیز این کلیپ کوتاه نگاه کنین. خدا مشکل اینا رو حل کنه. نکنین نکن خواه این کار رو نکنین. این گناه داره پای کس خم نشین خواه. نان چیز نداشتیم کاکا جان برای نمک یک نان تیاج محتاج است. شب داده تا نان بازاری کلماتی که سر شام پس شب غریب مسکین هستیم کاکا جان. بله در کنار اون خواهر محترم هستیم که مشکلات زیاده دارن. در گولی گفتن زندگی میکنن. این فرزندانشان است 3 تا دخترک و 1 تا بچگک داره. خوب است این خواهر محترم. چند سال میشه شوهرتان وفات کرده؟ 1 سال. از خود چی میخوای؟ مرگ میطلبم. چرا؟ خدایا مرگ بیتی از این زندگی مردار کرده. ولی مواد مشکلات شما رو حل میکنه انشالله. شکر خیر ببینی خوش هستیم ازتان. چند سال میشه کردین؟ 11 سال. در 11 سال زندگیتون چطور بوده؟ این همه قسم کتیر شده. یعنی از اول هم قسم زندگی شهرتان نادار بودن دیگه؟ از اول اینم تو غریب مسکین بوده من. از وقتی که باز فوت کرد بخیه ایوارم سر ما ظلم ستم کشیده که چیز کرای خانه چیزه. حالا شما کرای خانه میگیرن؟ 2000 پس پیش ما مگره بازور چیزه. او از کجا میکنی باز 2000؟ هیچ از این خوارای ما چیزه میرم قرض میکنم چیزا میکنم میگم کدام وقت خدا بچه ما کته و کلام کرد باز میدیدن میگه برو میگه خوارو بکنیم بیا تو میگه باشه میگه ماست نمیگیریم باز تو سودا چیزی که کت ما کمک نمیشه. حالا قسم یک وضعیت سخت یعنی نوازش یتیما و اینا را در آغوش گرفتن یه اجر پاداش هسته. بر صورت انشالله خواهر محترم ما در کنارتان هستیم دیگه. ما در تاریخ بر شما دوستان میبینه حتما یک عزیز پیدا میشه که شما رو اسپانسر کنه براتون این مواد میاریم. فعلا این مبلغ بگیرین با مواد خوراکی دیگه 1 ماهتان مکمل است دیگه نیاز نیست اینا رو بگین که بر شما نان راون کنه. پخت و پز بلد هستیم. شکر هستیم. چی آماده کنین آرد و خمیر کنین به دخترکتان بتین که پخته کنه نه که خواهرم گیریه. انشاءالله مشکلات شما حل میشه از این بعد دیگه نیاز نیست که یک کنین یا از کسی چیزی بخواین انشاءالله. درست است؟ دیگه دعا کنین انشاءالله. والا خوشحال هستین؟ حالا خوش هستیم از پیشتانه. دیگه دعا رو نکنین. الله متعال مهربان است. این شما کجا بودین ما کجا بودیم سعی کنین الله متعال ذات است که پشت خانه تان مواد روان کرده. خداوند زیاد بتیتن شما رو. خیر باشین. از مشکلات خدا دیگه کشید ما رو خدا دیگه هم بک نمیکنه کس کمک کنیم شما کمک میکنه 3 تا نان بزرگی میتیم ما 3 تا نان بزرگ کل زندگی میکنیم. این 3 تا نان بازاری کی میتونه؟ این زن ایوارم در بالا کسته. این دختر کلانه تا؟ نه این دختر کلانه است. خوی اگه کس مریض شود تفلکات مشکلات دیگه باز از کجا میکنین پیسه؟ نه این دیگه با سپورت ما با خدا دیگه 10 سال روی دکترمون هم بنی. نه باز اگه بچه‌کت مریض شود خدا نخواسته چیکار میکنی؟ ای دیگه پول از 10,000 افغانی به خاطر به تفلکا اینا لباسا بگیرن و مواد دیگه. شما حساب کنین ایره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 چیزی مشکل نمیشه. شکر خدایا دیگه خدا زیاد بتیتنه خوش هستم از پیشتان دیگه. اما اونجا کار را که او دفعه میکردین بعضی دوستان انتقاد گرفت دیگه خو نمیکنین و پای کس. نه نمیکنیم دیگه از پیشتان زیاد خوش هستیم. پدر اینا شوهرتان چگونه وفات کردن؟ هیچ مرض قلبی سشمت عملی قلبی. و باز شفاخانه نرفت؟ نه شفاخانه نرفته غریب بوده که نموده. با خود باز وفات کرد؟ چرا خواه؟ نکنیم مادر جان. گاهی کسی که براتون پیسه داده بود؟ نه هیچ وقت ما کس نمیده این منطقه ما پیسه کل اینم تو میگه ما بخوریم دیگه کس نخوره میگه. و ما برنامه ما ادامه دارم به فامیل محترم و دختر کایناتشان 3 تا دختر که بچک داره. ما در پی اسپانسر این خانواده هستیم. حتما شما این فامیل اسپانسر کنین. فکر کنین یک مادر از زیر تعدی ظلم و ناراحتی
از مشکلات روزگار دغدغه های شما نجات میدین. از این بالاتر دیگه صفحه چند هستی تو پسرک؟ مکتب نمیره. چرا؟ نمیره. برای مکتب روان نشکه برای دیگه. نیست دیگه، لباس نداره، پای پوش نداره، بایک چیز نداره، مکتب چیزا هر چیز کار داره که نیخواد. دیگه مشکمایشان سیر کنم که باشن که حالا چیزا بخرم. و لباس ها رو گفتین کسی به این تبرشون بزن؟ ها همسایا برشان میده از تفلکای خدا مشکلات خانواده رو حل کنه. دوستان عزیز این کار مشاهده میکنیم، ما در کنار این فامیل محترم هستیم، میتونیم ما در ما اینا رو کمک کنیم. اینم یک اتاق است؟ ها اینم یک اتاق است. یا زمستان کچری گرفتیم که مانده ایم کلم سیاه و چرک چیزا شده. هنوز پاک هم نکرده؟ نه دیگه کس رنگ منگ نمیکنه برام. ایره دیگه میمانین دبیرین بچی نمیمانین؟ نه بیری دیگه نمیمانین دیگه یا سگ دیگه. نه برای نم خاطر. اوکی. بیا اینجا میمانیم برد. خیلی بگم خدا زیاد بتیتانه. خدا از مشکلات دیگه شما رو بکشه دیگه. که دایی مای رمضان و چیزا که از غریبی و مسکینی کشیده ما را. بخیر اون پولام بگیرین ایران بگیرین بخیر استفاده کنین. خیلی خدا زیاد بتیتانه دیگه. سلام. ایشتان دیگه دو چیزا نه کنین دیگه. اینا شما گفتین که نمیکنین خیر دیگه. که از مسکینی چیزا دیگه ما رو کشیدین سال دیگه. حالا شما چیزا رو دیده بودیم. خاله جان نکنین دیگه خواهرم. حالا اونجا برام گفتین دیگه در پایتان خم نمیشم خب باز کردین. بیرانه چیزا رو زیاد کشیده بود. خب نکنین گریه نکنین. گفتین دیگه پای کس خم نمیشم نگفتین؟ نمیشیم دیگه خیر بیرانه چیزا رو که دید. خب مقصد گناه داره خاله جان. دیگه فقط در برابر یک ذات به شما خم کنین خاطر که الله متعال است. دیگه بنده چی است انسان چی است که در برابر زو خدا خم میکنه. نمیکم نه اون چیز نداشتیم کافی. صحیح است. میفهم درکتان میکنم که عشق میریزانین امیال در دلتان ناراحتی است سیل غم است این درک میکنم. از این خاطر ما هستیم در کنارتان هستیم دیگه. صحیح است ان شاء الله. خیر ببینید دیگه خوش هستیم از پیشتان. خیر باشین. زنده باشین. خیر استفاده